اول از همه زعفرون. طلای سرخ ایران. چه عطری داره وای. یه ذره‌اش هم توی این سابیدم. گوگلیه. دو تا دیگه هم دارم ولی خالی هم. بگیم توی این دوتا چی بذارم. مهمتر از همه فکر میکنید این چیه؟ این تابلو شد دیگه. یه ایرانی هر جا میره یه پلوبز هم با خودش میبره. توش یه عالمه خرت و پرته. بذارم بیرون. وای یه پلوبز یه نفره آوردم. نمیدونم یه نفره است 2 نفره است. خب بذار این درش رو پیدا کنم. اینا واسه داخلشه. بکنم این داخل که برنج بذارم این بالا. ببینید اینجا میتونم مثلا چه میدونم سبزیجاتی که میخوام بذارم. هر چیزی که میخوام آبپز بشه. این داخلش بود. درم دارم. درش رو تو این پیشیدم نشکنه. این هم درش. به نظرم یه چیش یه چیش کمه. آمان اینشو درشتم. درست اینجوریه. خدایا به من یه ذره خونه داری یاد بده. دیگه فکر کنم حله دیگه. یه همچه چیز. یکی به من کمک کامان. چطوری بود؟ باید زنگ بزنم و خواهرم بپرسم. خب ولی فهمیدین چند خونه دارم دیگه. این میاد روی این یه جورایی، این هم میاد روش. به هر حال یه پلو پز آوردم. حالا ببینیم تیم پلو پزه چی بود. خب این چی؟ اینا رو من خوشگل بسته بندی شده. خواهرم برام بسته بندی کرده. چایی. فکر کنم این چاییه. ببین این عطرش فوق العاده است. من ایران که رفته بودم فکر میکنم شب تا صبح داشتم این چاییه دم میکردیم. اینو خواهرم گرفته اجای خونهشون. ترکیب 3 یا 4 مدل چاییه. بعد اینو واسه من گذاشته. چایی منش باز میکنم میندازم اینجا. آخ تو رو خدا ببینید من نباید عاشقش بشم. ببین چجوری بسته بندی کرده. این چیه؟ جعفری خشک. جعفری خشک. نمیدونم برای چی باید استفاده کنم. فکر کنم وقتی پاستا درست میکنم میتونم روش استفاده کنم. شاید توی سوپ و اینا هم بشه. باز اینم باید ازش بپرسم. نه گوگلی. نه من عاشق نعنا. اینو توی ماست شیرین میریزم. توی سالاد هم من میریزم. توی سالاد و ماست. نعنا. ببین اینا چیزایی که باید ایران بیارید. اگه این چاییه پس این چیه؟ 2 تا چایی. فهمیدم. این اون چاییه که ترکیب چند تا چاییه. این یکیو اسمش یادم نیست ولی خیلی معروفه. اینو از تو قشم آوردیم. یعنی بسته بندی بزرگ بود. این قایش رو برای من گذاشت. یه چای خیلی خوش عطر و بو معروف از قشم آوردیم.
این چیه؟ نوشته سبزی خوردن. این هم واسه ماست و این چیزا برام گذاشته. قربونش برم. شوید من نمیدونم چی میگیم ولی من میگم شوید. اینو خیلی استفاده میکنم واسه پلوتون. توی پلو میریزم با ماهی یا تن ماهی. واسه سبزی پلو استفاده میکنم. زرشک. وای زرشک. اتفاقا امروز میخوام یه پلو مرغ درست کنم. یعنی یه زرشک پلو. من 5 روز اومدم فکر میکنم. توی 5 روز هنوز آشپزی نکردم و امروز وقت کردم چمدونمو باز کنم و بعد برم آشپزی هم بکنم. اینم زرشک. خب دیگه چی میبینم اینجا؟ به نظرتون توی چیه؟ فهمیدم. من توی این سفرم به ایران یه هفته رفتم قشم. از اونجایی که عاشق ترشیای جنوبم 2 ترشی آوردم. یکیش ترشی انبه سبز تند کاملا اسپایسی. ترشی انبه وای الان میام تستش میکنم چون پلومه باید بیام تستش کنم. این یکی هم به هم گفت خیلی خوشمزه است. ترشی فلفل سبز. باید برم یه قاشق بیارم تستش میکنم. میرم حالا اینم برم اون بر تست کنیم اینو. اول از ترشی انبه شروع میکنم. باید اینو پلوشو باز کنم بچه ها. دیدی احتیاج به مرد نیست. وای 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 یه ذره عقابشو میخورم چون نه یه ذره اینجاشو میخورم. محشره. هر کی خواست بیاد بهش بدم ها. این یکی رو هم باز کنم. واقعا خدایی این کار مرده نه بخواد اینا رو باز کنه. نمیتونم. اینو نمیتونم بادش کنم. اینو بعدم بادش میکنم. خب این ترشی ها برن کنار. دیگه فکر میکنید چی دارم؟ اگه نشون بدم پراتون میریزه. اینا همه ترشک و لواشکن. مثلا دونه آخه چون مدل مختلفه باید دونه تست کنم. این این تمر هندی ها رو از قشم گرفتم. خب 3 تاش یه مدله. یکیشو تست کنیم. چرا انقدر سخته؟ قیچی دلتون نخواد. ببخشید. عالیه. اینم به سراغ بقیه. اینم به جای بقیه. این واسه لواشکه. از اونجایی که من اینا رو به چنگ و دندون گرفتم آوردم اینو اون تمر هندی ها رو گشتم تو جیبای کاپشنم. خب چون دیگه واقعا
جا نداشتم، اضافه بار داشتم. بعد از اون گیت بازرسی اول که میخواستم رد بشم، این میبینی اینجوری مچاله شده. اولا که من گفتم که آخه من یه دونه کالا کپ گذاشته بودم و همین دیگه، یه تیشرت پوشیده بودم و اینا، روش یه کت پوشیدم، یعنی یه حالت کاپشن که یه کلاه داره. اون کاپشن چرا پوشیدم؟ هوا هم البته خنک بود، ولی خب پوشیدم که اینا رو بذارم تو جیبم. ترفند خوبیه. بعد ولی خب بچه ترجیحاً خوراکی نذارید تو جیباتون. من این کارو کردم، حداقل لواشک نذارید. اول که میخواستم وارد بشم که اون بازرسی خانوما، اون به من گفتش که شالت کو؟ گفتم من شال ندارم بابا، دارم میرم اصلا. بعدم حجابم که رعایته، که نه آرایشی دارم نه هیچی. کلاه گذاشتم، کلاه کاپشنم هم میندازم رو سرم، الان روی اون چیزه ایکس ری بازرسیه. و گفت نه بدو تو چمدون یه شال یه روسری. گفتم خانم ندارم، کی با خودش شال میبره اروپا؟ ندارم. بعد گفت اوکی سریع برو بپوش. دیگه رفتم کاپشنمو پوشیدم، کاپشنم رو ایکس ری برشم پوشیدم. یه آقایی که باز اونجا برای بازرسی نشسته بودن گفتم که خیلی هم صمیمی بیا اینجا. و گفتم بله. گفت تو جیبات چی داری؟ گفتم خوراکی. گفت چی هست؟ گفتم لواشک ترشک. در آوردم بهش دونه دونه لواشک در میمونه تو جیبای من، تمرندی در میمونه. بعد گفت اینا چیه؟ گفتم تمرندیه دیگه، مگه تا حالا ندیدی؟ بعد گفت چرا دونه داره داخلش؟ گفتم تمر هندی تا حالا نخوردین؟ دونه داره. گفت کی تمر هندی میبره؟ گفتم یکی مثل من که عاشقشه. گفت حالا چرا داری میبری؟ گفتم بابا من دارم میرم پرتغال، دانشجوام، خب اونجا میخوام از ایران ببرم دیگه. خلاصه این یکی رو گفت باید باز کنی ببینم. کل این لواشک های اینو در آوردم، به خاطر همین دیگه دوباره نتونستم اونجا بسته بندیش کنم درست. این واسه اینه. خب این لواشک ها رو اینا رو مامانم درست کرده، این بسته رو. خب مامانم به اتفاق خواهر کوچیکم، من یه مصرف کنندم فقط. بعد بچه اینا میوه هاش از باغ خودمونه، یعنی دسترنج بابامه. خب یه دونه‌شو تست میکنم، فکر کنم اینا هم ترش هم شیرین. فکر میکنم لواشک آلو باشه. خب مرسی هر جا که هستی، مرسی، دستت درد نکنه بابای گلم. مرسی مامان جون، مرسی خواهر جون، عالیه. خلاصه اینو با چنگ و دندون آوردم. خب برم بریم اونور. به این اکتفا نکنید، بازم هست. این یکی هم لواشکه، فکر میکنم لواشک زردآلو باشه. خب عزیز دلم، اینو دخترم واسم آورده، با هم رفته بودیم مسافرت قشم، بعد آورده بود تو سفر، خوردیم خوش آمد. بعد تو دوره همی فامیلی بعدی برام اینو پک کرده بود، به همین خوشگلی برام آورده بود که من با خودم بیارم. هر جا هستی دوست دارم. خب اینم خیلی خوشمزه است، چون قبلا تستش کردم چیه. اینا لواشک زردآلوه، اینم فوق‌العاده است. محشره امیرم و دخترم جون، دمت گرم. از این نگم براتون. خدایی حق دارم تو فرودگاه گیر بدن دیگه، انگار داری محموله هم میکنی به خودت. این لواشک ها فرقش اینه که اینا همشون خونگی هم. خب این لواشک ها به مرسی آفتاب. این لواشک فرقش اینه که با اونای دیگه یه ذره چی تره. ببین از این شهد خود اون میوه داخلش ریخته شده. اینم عمه گلم برام درست کرده.
ببینید بچه ها این رولو باز میکنم، چوسی چوسی چوسی. وای من نمیدونم شما این شهد داخلش رو میبینید یا نه. میبینید؟ دلتون نخواد ببخشید، ولی این وای عمه جون دورت بگردم، عاشقتم، مرسی. نمیدونم این فیلمو میبینی یا نه، ولی اگر میبینی هر جا که هستی دمت گرم. فوق العاده است. یعنی ببین اگه توی فروشگاه هر چیزی رو از من میگرفتن ناراحت نمیشدم، ولی ترشک لواشکامو چرا؟ خب اونا تمام شد، ولی این هم هست. بچه من 20 کیلو بیشتر نمیتونستم تو این چمدون بذارم و وزن بیشترشو 5-6 کیلو فکر میکنم این پلوپزه گرفته بود و خود چمدونم هم یه وزنی داره دیگه، به خاطر همین زیاد نتونستم چیزی بردارم. خیلی از چیزایی که برداشته بودم اون گذاشتم، مثلا آجیلامو نتونستم بردارم دیگه، آجیل نمیتونستم بیارم. مثلا این آلو بخاره ها اینا رو بابام درست میکنن، یعنی اینا آلوهای باغه و خودشون درست میکنن. خب از اینا من 2 کیلو برداشته بودم، همشو گذاشتم، فقط این یه ذره رو تونستم بیارم. اینا فوق العاده این آلو بخاره ها. بابا جون مرسی مرسی، سلامت باشی، همیشه زنده باشی. عالیه، ولی حیف که فقط تونستم اینقدر بیارم. دیروز داشتم توی اینستاگرام میخوندم که مجله وود گفته که 2 مورد خوندم که خیلی خوشم اومد. یکی این که سینگل بودن ترند این روزاست، so I'm single، و اینکه مدل موهای شلخته و اینا ترند این روزاست. و گفتم آخ جون، منی که موهام فره همه رو اینجوری کردم بالا کردم، یک کلیپس بستم راحت دیگه. خلاصه ما الان رو مدیم. نیاید بگید چرا موهاتو صاف نکردی، چرا اینجوری نه، چرا اینجوری. از سبزیامون یه چیزایی مون. زیره من اینو میریزم داخل برنج. بوی ایران اومد، بوی ایران اومد. سبزی قرمه، سبزی قرمه سبزی. این سبزی تفت داده شده، سرخ شده و خشک شده است که من گرفتم. سبزی قرمه سبزی. ادویه چی دارم؟ چند تا ادویه از قشت گرفتم. خب بعد گفتم اسماشو برام بنویسه، ننوشت. فکر کنم این نمیدونم یکیش واسه مرغه، یکیش نمیدونم عثمانی یعنی چیزی. بابا قرار بود اسماشو برام بنویسی که، یعنی پاک شد. پاک شد. هرچی از این ادویه‌های خیلی باحال قشم. و نمک دریا گرفتم. اینجا هم داریم نمک قرمز هیمالیا نوشته روی، ولی خب دیگه اونجا آوردم. آها روی اینا نوشته این ادویه عثمانی. یه ذره بچه ها ریخته تو کیفم. ادویه ماکارونی یه ذره ریخته داخل کیفم، این برای همین ازش جدا نمی کنم. دیگه فکر میکنید چی دارم؟ بادام درختی، اینا هم محصولات باغ خودمون. بازش نمی کنم چون الان نمیخوام درش باز کنم. نزین این چیه؟ دوست داشتم بیشتر بتونم بیارم ولی واقعا جا نداشتم.
نبات. این طرفش رو نشون نمیدم چون اسم برندشه و من واسه هیچ کدوم از اینا به خاطر همین سعی کردم هیچ کدوم رو نشون ندم. هزینه تبلیغاتی نگرفتم به خاطر همین. این نبات اما مشهده دیگه. به به به. اینم آها توی پاکت بود، پاکتشو در آوردم انداختم دور، بعد گذاشتم تو چمدونم. چای کرک، اینم میخوام درست کنم الان تستش کنم. خب حالا باید برم آب بذارم جوش بیاد. باک ریختم. اوه مای گاد. دیگه این چیزا هم هست دیگه. خب این بذارم اینجا که تستش کنم. الان میام درست میکنم میارم. اینا رو باز کنم بعد. وای وای وای. من کلا زیاد اهل مربا و نمیدونم غذای شیرین نیستم، ولی همون یه ذره هم که دوست دارم، مثلا اینو شاید مثلا توی 7-8 ماه بخورم اگر سالم بمونه. همون یه ذره هم که دوست دارم هر از گاهی هوسی بخورم، دوستم خونگی باشه. خب و این مربای آلبالو واقعا خوشمزه است. اینم عمه جونم درست کرده، محصولات باغ، یعنی آلبالوی باغ. خدا رو شکر نریخته. اینو گذاشته بودم بچه‌ها، اگه یه دونه این پلاستیکا بذارید بعد درشون رو ببندید خیلی بهتر میتونید حمل کنید. و این پر بودا. خب چون که من اینا رو که وزن کرده بودم یه 4-5 کیلو آزاد بار داشتم، برای همین خیلی ها رو کم کردم. اثر مربا هم یه کوچولو گذاشتم کنار، گذاشتم خونه، بعد اومدم. وای بچه ببینید فقط، امیدوارم دیده بشه. حیف که عطر و بوش رو متوجه نمیشید از توی فیلم. مرسی. یعنی ایران رو با خودم آوردم. دیگه اینجا چی داریم؟ گردو. من گردو باید همیشه صبح بخورم. این گردو ها فوق العاده بود. اینا رو با خواهرم نشستیم روز آخر شکوندیم و اینجوری چیز کردیم، ولی زیاد نمیتونستم بیارم. این یه ذره این یه نمه ما بهش میگیم جوشونده گیاهی، از عطاریا میگیرن. خب ترکیب چند تا آویشن و نمیدونم بهلیمو و این چیزاست. بعد داخلش اینا رو داره. خب من اسمش رو نمیدونم. و اینا عنابه، فکر کنم عناب. من یه کوچولو آوردم که اگر احیانا سرما خوردم، چون من وقتی مریض میشم دکتر نمیرم، واقعا نمیتونم دارو بخورم، دوست ندارم، از اینا استفاده کنم که شاید بهتر شم. یه عالمه آویشن و اینا هم میخواستم بیارم، نشد، جا نشد. اینم از این جوشونده گیاهی، دوای سرماخوردگی. این رو هم عمدینم بهم داد با همون لواشکا و مربا. نمیدونم چی میگیم به اینا، میوه خشک، میوه خشک. اونجا که همه میدونن من اهل خوردن میوه نیستم، بهم میوه خشک دارم، چون که حوصله پوست گرفتن ندارم، ولی اینجوری آماده میخورم. بازم میوه خشک.
اینا هم خواهرجونم برام درست کرده. دستگاهش داره، میوارم که گرفته خودش دونه دونه کات کرده. یه ویدیو هم دارم از این. بعد چیز کرده گذاشته توی این دستگاه ها خوش شده. پرتقال، سیب، نمیدونم هلو یا شلیل، بکنم کیوی هم هست. کیوی یه چند تا مدل میوه اینجا. مرسی خواهر جان. لیموی امانی. آها اینو بگم، ما توی سفرمون به قشم ما حدود 10 نفری بودیم گرفتیم. خب اینم بگم که من ویدئوی سفر به قشم رو هم آماده کردم ولی هنوز بارگذاری نکردم. اونم بارگذاری میکنم. لطفاً برید ببینید. توی اون کامل توضیح دادم که چطوری با کمترین هزینه برید قشم. خب توی سفر به قشم ما گروهی رفتیم، خانوادگی رفتیم. بعد من توی برگشت کوپم جدا افتاده بودم با یه خانم آقای بندری، اهل بندرعباس، اهل یکی از شهرهای اطراف بندرعباس. این خانم آقا عالی بودن. هر جا هستین دوستتون دارم. با هم دیگه توی کوپه بودیم دیگه، صحبت میکردیم، میگفتیم میخندیدیم، میخواستم بیان مشهد زیارت. ایشون به من هم خرمای خشک دادن که من توی این وسیله هم نتونستم بذارم، جا موند. مشهد لیمو امانی دادن، اینقدر بودش، همینقدر تونستم بردارم. و 2 مدل ترشی، نه اینایی که خودم گرفتم، 2 مدل ترشی دیگه که اونا رو هم گذاشتم خونه و داشتیم استفاده میکردیم. لیمو امانی هاشون تونستم بیارم یه مقدار واسه قرمه سبزی. مرسی هر جا هستید. الهی که همیشه حالتون خوب باشه. دوستتون دارم. بچه اینو میتونین حدس بزنین چیه؟ هر کی اینو حدس بزنه جایزه داره. حدس بزنین. تا من بازش میکنم حدس بزنین. اینجوری شد توی مسیر. واو. یه ذره اینجاش خراب شده، باید برم. وای بچه ها من خیلی تنبلم. من 5 روز اومدم وسیله ها رو هنوز خالی نکردم. یه کوچولی اینجاش میبینید چیز شده، کفکی شده. فکر کنم برش دارم درست بشه. ما به این میگیم حلوا. خب این حلواییه که توی یه مراسم خاصی مامان بزرگ من خدا رحمتشون کنه هر سال دیگ بزرگ میذاشتن و این حلوا رو درست میکردن. میدونم که یه شبانه روز همه اون دیگو باید هم میزدن. بعد این حلوا واقعا خیلی خوبه، به نظر من یه داروه. خب ما بهش میگیم حلوا، خب ولی یه چیزی شبیه همون سمنویه که سر سفره 7 سین میذارید. سمنو من با خودم آوردم. مامان بزرگم هم فوت شدن ولی این رسمشون رو هر سال انجام میدیم. خدا رحمتت کنه عشق من. یه چیز دیگه هم اینجا دارم. این خرمایی که شهد داره. من خرمایی که شهد داره دوست دارم. اینجا اصلا خرمایی خیلی مخصوصی ندارم. بعد این من تقریبا 2 کیلو خرمای شهددار بهش فکر می‌کنم میگفتن خاصویی دیگه، اگه اشتباه میگم درستش رو تو کامنت ها بگید. خرمای خاصویی گرفته بودم. وقتی که ما می‌خواستیم از قشم برگردیم رفتیم بندرعباس، از اونجا باید سوار قطار می‌شدیم. چیز شد، قطار تأخیر داشت، 5-6 ساعت تأخیر داشت و من فرصت استفاده کردم رفتم یه گشتی توی شهر بندرعباس زدم. یه بازار کوچولو داشت که
دخترم رو از اونجا خریدم. نه خریدم، آداپتش کردم دخترم. و خورما گرفتم و ارده رو هم الان وارد میکنم. از این خرمای خاصی گرفتم. به من گفتش که اینو نیاز نیست توی یخچال یا فریزر اینجور جا بذاری، همین که بیرون باشه اوکیه. اینو گرفتم، خرمای خاصی از قشم با یه ارده. خب امیدوارم این نریخته باشه. خودشون اونجا که ما میرفتیم توی رستوران و اینا خرما رو با ارده میخوردن و من اولین بار بود اینجوری تست میکردم. یعنی خرما رو میریختن توی ظرفی، روشم ارده میریختن میخوردن. حالا منم میخوام همون جوری تست کنم. بچه‌ها من از این آدمای بی‌حوصله‌ام که اینطوری پلاستیک رو باز میکنم، خورده نگیرید. اینم قبل اینکه بیارم بذارم تو چمدونم، ببینید اینجوری پلومش کردم. خب اینم ارده که از جنوب آوردم از بندرعباس. الان میخوام برم یه ظرف بیارم از این خرما و ارده تست کنم. خودشون اینجوری میذاشتن خرما رو. بچه این یه ذره شهداش بهم چسبیده. خب بعد اینجوری مثلا خرما رو میذاشتن، این ارده ها روش بود، اینطوری میخوردن. خب حالا با دست، من دستمو نمیخوام بزنم. ترکیب جالبیه ها، چرا من اینو نمیدونستم؟ بچه من چیزای دیگه هم توی این چمدونه داشتم خب که برشون داشتم، مثلا اتکلونام و چیزایی که آرایشیه نمیتونی ببری توی هواپیما، اونا رو گذاشته بودم تو بار. 3-4 تا اتکلون بود و بادی اسپلش و چه میدونم کیف لوازم آرایشی و اونا همه اینجا این تو بودش. و اینم که سوغاتیه. البته یه مقدار از اون لواشت‌ها هم سوغاتیه، به عشق فیجه آوردم. دوست دارم. خب اینا هم سوغاتیه بچه. این یه دونه از این پابنداز از قشم گرفتم. خب این خودم هم دارم. بعد اینو میخوام با فیجه ست کنم. بعد اینم از قشم گرفتم. من اسم این شخصیت کارتونی رو دقیق نمیدونم، ولی چون باربارا عاشق این شخصیت کارتونیه اینو تا دیدم برش گرفتم. اینو واسه باربارا آوردم. یه چند تا از این کرمرماس واسه بیانی اینا. 2 تا عطرم این توه. این عطر هم هدیه است. خب هدیه است. وای بچه فکر کنم یکیش در چیز شده ریخته، چون بوش که کل کیفمو گرفته. اینشون سعی میکنم چیزشو نشون ندم دیگه، بندش اینا رو، منظورم اسمش اینا. ولی 2 تا عطره. 2 تا عطر به سفارشی که یکی از دوستان آوردم که عطر بوی شکلات دوست داشت. امیدوارم از بوش خوشش بیاد. برای همسر دوستمه. امیدوارم از بوش خوشت بیاد. خلاصه هر جوری بود ببخش. این از این وسایل دیگه این هم کیفم بود اونجاست دیگه، اونا رو دیگه نمیارم تو دور. همین بچه همش همین بود. چرا احساس میکنم یه چیزی کمه؟ آجیلامو میخوام. آجیلام. بچه یه چیزی بهتون بگم. به نظر من بچه پختم تو این آفتاب. کلا وقتی میخواید چیزی بیارید از ایران سعی کنید لباس و این چیزا نمیارید. من خودم هیچ وقت از ایران لباس نمیگیرم. همیشه لباسامو اینجا میگیرم. یعنی پر چمدونم های پر لباس اینجا. بارمو با لباس و این چیزا پر نمیکنم. خب اگر مثلا بخواید بار داشته باشید
من اون چیزایی رو میارم که دوستشون دارم و اینجا به ندرت پیدا میشه. خب مثلا نبات رو من اینجا نمیتونم پیدا کنم، هستن چند تا فروشگاه ایرانی هستن که دارم، ولی خب اون یه مقداری که میتونم اون ایران با خودم میارم. مثلا لواشک رو خیلی دوست دارم، مثلا تمر هندی رو توی یه فروشگاه آسیایی چینی هندی نمیرم، اونجا پیدا میشه. خب ولی اینی که مال ایرانه فرق داره. خب میبینید وقتی از ایران میری همش دنبال اون چیزایی که داخل ایرانه. و مثلا من گردو اینجا همیشه میخرم، ولی خب گردو بابام دوست داره برام بذاره یا محصولات خودش رو، چه میدونم این سبزیای خشک و این میوه ها اینا. یه چیز دیگه، من هر بار که می اومدم هر بار 3-4 کیلو از بارم گوشت قرمه بود. خب نمیدونم میدونید گوشت قرمه دقیقا چیه یا نه، حالا من نمیدونم مخصوص مشهد یا همه جا، ولی فکر میکنم گوشت گوسفندی و حالت قرمه درست میکنن میپزن و اون گوشت اصلا خراب نمیشه. من اونو فریزری میکردم به اصرار بابا که میدونه من الان 5 روز اومدم آشپزی نکردم، میدونه زیاد آشپزی نمیکنم، مثلا به اندازه 2-3 ماه من گوشت برای من میفرسته همیشه. خب بعد اون گوشت خیلی خوبه، شما همینطوری حتی سردم میتونی بخوری، شب میتونی بخوری با نون، نمیدونم نهار میتونی بخوری با برنج، میتونی بریزی توی خورش. همیشه مثلا یه 8 کیلو گوشت خامشه که بگیری 4 کیلو به تو میده. خب مثلا همیشه 4-5 کیلو گوشت قرمه پخته میذاشم داخل فریزر یخ میزد، بعد میذاشتیم داخل چمدون، با خودم میآوردم توی این 12-13 ساعت این هیچ کاری نمیشد. خب هیچ کاری، یعنی یخش هم باز نمیشه. تا میرسیدم بلافاصله اون رو دوباره میذاشتم توی فریزر یا توی یخچال که بعدا بتونم استفاده کنم. توی فریزر میذاشتم. من این دفعه چون 20 کیلو بیشتر نمیشد بردارم، هر چقدرم بابا اصرار کرد دورت بگردم ببخشید نتونستم گوش بیارم با خودم و الان واقعا جای خالیش حس میکنم، چون الان گرسنه‌ام و حوصله ندارم آشپزی کنم. بعد نیاوردم و احساس میکنم که کار خدا بود که من اینو نیاوردم. چرا؟ چون وارد لیسبون که شدم هیچ وقت اینطوری نبود که بعد اینکه از اون بازرسی و اینا رد میشی از لیسبون، از کنترل پاسپورت و اینا، خب میری چمدون تو از بار میگیری. اونجا که رفتم چمدونامو تحویل گرفتم میخواستم بیام بیرون، یکی این خانمای فرودگاه، یه خانم خیلی محترمی بود، از من خواهش کرد که من چمدونامو باز کنم ببینم و من این کارو کردم، براش باز کردم ببینه. گفت عزیزم فقط میخوام ببینم که آیا، اول خودم پرسید اینطوری نبود که چمدونمو بریزه بیرون، میخوام فقط بدونم که آیا توی چمدونت گوشت یا پنیر داری یا نه، و من اصلا این 2 مورد نداشتم. گفتم نه من این 2 مورد رو ندارم، ولی مگه مشکلش چیه؟ گفت forbidden دیگه، گفت چیز شده دیگه، گفتش که گوشت و پنیر ممنوع اعلام شده. خب در صورتی که دفعه پیش اینطوری نبود، من همیشه می آوردم، من همیشه گوشت و قرمه می آوردم، ولی گفتش که گوشت و انگار محصولات گوشتی و اونه که دیگه چی بود پنیر ممنوع اعلام شده، نمیتونید داشته باشه. گفتم نیاوردم من همچین چیزی. خلاصه اینم گفتم بهتون بگم که توی پروازاتون در نظر بگیرید. سرتون رو خوردم ببخشید. این کل چیزایی بودش که من از ایران با خودم آوردم، یعنی سعی کردم اون چیزایی که بو و حس ایرانو داره با خودم بیارم. اگر ویدیوی من خوشتون اومد ممنون میشم سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید، بفرستید واسه دوستاتون. با این لطفتون به من کمک بزرگ میکنید. این ویو اتاقم هم بهتون نشون بدم. اون طرف پل واسکو دا گاماست، این کنم طولانی ترین پله و خیلی خوشگله. اونجا ویو آبه. بای.